بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار شد تمام کارهامون رو با قرآن کریم تطابق بدیم. اگر همخونی داشت درسته، ولی اگر همخونی نداشت خودمون رو اصلاح کنیم. اهل شیعه خدا از اونا خواسته که روزانه 10 مرتبه تو نمازهاشون سوره حمد رو بخونن. خداوندی که خالق 7 آسمان و 7 زمینه، در تمام کاراش حکمتی هست. این که ما روزی 10 مرتبه سوره حمد رو میخونیم و روزی 10 مرتبه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، معلوم میشه که یه حکمتی پشت قضیه مهمه. ما میگیم خدایا فقط تو رو میپرستیم، فقط از تو کمک میخوایم، در صورتی که شیعه از امام حسن، امام حسین، امام علی، حضرت فاطمه، باب الحوائج ابوالفضل، رقیه 3 ساله، علی ابن موسی رضا، از تمام اینها کمک میخواد و اینها با این آیه قرآن که روزی 10 مرتبه میخونیم همخونی نداره، چون خداوند در آیه 48 سوره نساء فرمودند که خداوند هرگز شرک را نمیبخشد. وقتی که با شیعه صحبت میکنیم معمولا 4 دلیل میاره. دلیل اول میگن که اینها واسطه هستند بین ما و خدا. دلیل دوم میگن که اینها مقرب درگاه خدا هستند و ما روسیا هستیم و گناهکار، برای همین دست به دامان اینا میشه. دلیل سومشون اینه که میگن ما حب اهل بیت داریم، دوستشون داریم، اهل بیت پیامبرن. و دلیل چهارم اینه که میگن خداوند در آیه 35 سوره مائده گفته برای تقرب به خدا وسیله بجویید و اینها وسیله هستند. خب در بحث بعدیمون انشاءالله اگه زنده باشیم تک تک دلایل این آقایون را با کلام خدا مقایسه میکنیم که ببینیم آیا درسته یا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.